امشب یه چیز عجیبی توی هواست. از همون لحظه‌ای که قدم میذاری تو گلسار یه حس ریزی زیر پوستت میلرزه. انگار قرار باشه چیزی رو ببینی که معمولاً ازش رد میشی، اما امشب نه، هیچ چیزش معمولی نیست. نورها یه جوری میتابن، صداها یه جوری قاطی میشن و آدمها یه رازهایی تو نگاهشون دارن که فقط توی شب‌های این خیابون بیدار میشه. نمیدونم آماده ای یا نه، ولی این ویدیو قرار گلسار رو همون جوری نشونت بده که کمتر کسی تا حالا دیده. پس نفس عمیق بکش. این فقط یه قدم زدن ساده نیست، یه سفریه به قلب شبی که نمیذاره راحت ازش بگذری. خب از اینجا به بعد با هم قدم بزنیم از خیابون اصلی گلسار، همین جایی که شب یک گرمایی داره که از زیر پوست رد میشه. مردم اینجا همیشه شیکن، ولی شبها یه چیز دیگه است. خانوما با اون استایل های حساب شده شون طوری از کنار آدم رد میشن که انگار هوا رو با خودشون میکشن. دلبرانه، مطمئن و با اعتماد به نفسه که خودش یه جور دعوت بی کلامه. بوتیکا یکی یکی کنارت رد میشن. عطرها، لباسها، طلا، همه چیز یه برق لوکس داره، اما راستش اون چیزی که چشم رو میگیره استایل دخترایی که انگار برای همین شب ساخته شدن. لک هایی که روی پاهاشون چسبیده، نیم تنه هایی که خط های بدن رو به آرومی نشون میدن و قدم هایی که هر کدومش یه دلبری کوچیکه برای خیابون. اگه این حس شبونه گلسار برات جذابه، لایک رو بزن تا بدونم دلت میخواد از این شبا بیشتر ببینی.
میخوام بدونم کدوم قسمت این قدم زدن برات جذاب‌تر بود. بوتیک ها، آدم هایی که در رفت آمد بودن، یا اون گروه موسیقی؟ برام توی کامنت ها بنویس. میخوام بدونم کدومش بیشتر به دلت نشسته. زوجها دست تو دست، بعضیا برای خرید اومدن، بعضیا فقط دارن لذت میبرن از این حال شبونه. اما دخترها با اون راه رفتنهای نرم و حساب شده شون یه جور حرارت تو فضا میریزن، از اون حرارت هایی که نمیذاره سرتو پایین بگیری و بی تفاوت رد شی. بس فقط اون خوشم میاد ادامه باشه. همش آره یکم با فاصله باشید. دختر خانم خیلی بله. گرم میکنه. اگه تا الان سابسکرایب نکردی همین الان بزن رو اون دکمه، چون شبای بعدی داستانهای خودشونو دارن و این فقط شروعشه. شب گلسار همیشه همین جوریه، یه ترکیب عجیب از نور، عطر و دل بردن‌های بی صدا. کافیه یه بار اینجا قدم بزنی تا بدنت بفهمه چرا همه به این خیابون معتادن.